تا حالا زیاد دیدیم که بعضیا تصمیم میگیرن یک رژیمی رو شروع بکنن، در ابتدای مسیر خوب پیش میرن، وزن کم میکنن، ولی به یک باره ولش میکنن. تصمیم میگیره میره باشگاه ثبت نام میکنه، چند جلسه ورزش میکنه، ولی از یک جایی به بعد غیبت کردنش شروع میشه و اون ورزش رو هم ول میکنه. تصمیم میگیره که بره درس بخونه، کلاس زبان بره، ولی این اتفاق هیچ موقع ادامه دار نمیشه تا منجر به موفقیتش توی اون کار بشه. من میلاد قیاسی ام و تو 4مین اپیزود پادکست از اینجا به بعد میخوام بهت بگم که چرا ما نمیتونیم بعضی از کارها رو مثل رژیم گرفتن، مثل ورزش کردن و ادامهشون بدیم. توی این اپیزود میخوام راجع به یک موضوع خیلی مهمی به نام هابیتس یا عادت‌ها باهاتون صحبت کنم. عادت‌ها به اون رفتارهایی گفته میشن که به صورت تکراری ما در طی روز انجامشون میدیم و اینو باید بدونیم که عادت‌های ما یه شبه وجود نمیان و به مرور زمانه که با تکرار یک رفتار عادت‌های ما شکل میگیرن. مثل این که مثلا یکی عادت داره که بعد از غذا یه نخ سیگار بکشه و این هیچ موقع یک شبه به وجود نیومده. و باید هم اینو بهتون بگم که بعضی از عادتهای ما مخربن، باعث ضرر میشن، ولی ما انجامشون میدیم. مثل عادت به سیگار، مثلا عادت به قلیون، اینکه آخر هفته با دوستامون جمع بشیم الکل بخوریم، یه جورایی انگار عادته، باید همیشه این اتفاق بیفته. یا حتی بعضی عادت دارن که همش سرشون تو گوشیه، دارن اینستاگرام چک میکنن، با دوستاشون رفتن رستوران، از وقتی که رسیده سرش تو گوشیه و یهو 2 ساعت گذشته و نه صحبتی کرده، معاشرتی کرده، هیچی. یا بعضیا حتی عادت دارن که کارهاشون رو به تعویق بندازن، این خیلی مخربه. باید فردا بره بانک، یه کار مهمی رو انجام بده، هی میندازه عقب. باید ورزش کردن و باشگاه رفتن رو شروع کنه، هی میگه از شنبه، امروز هوا ابریه، امروز ریموت پارکینگ خرابه، امروز حوصله ندارم. هی دنبال یک بهونه‌ای میگرده که اون ورزش کردن رو یا هر کار دیگر رو به تعویق بندازه. و در مقابل این عادت‌های مخرب ما عادت‌های سالم هم داریم، مثل عادت به غذای سالم خوردن، عادت به اینکه روزی 30 دقیقه پیاده روی کردن، عادت به اینکه صبح زود بیدار شدن و چند صفحه کتاب خوندن. و اینو من باید بهتون بگم، آدم‌های موفقن که عادت‌های سالم زیادی داشته باشن. و جالبه بدونید که یه تحقیقی انجام شد نشون داد کسایی که تونسته بودن عادت‌های مخرب و مثل همون دخانیات و چیزهای دیگر رو کم بکنن و عادت‌های سالم زیادی رو مثل پیاده روی، غذای سالم خوردن و داشته باشن، طول عمرشون 10 تا 15 سال افزایش پیدا کرده بود و این یه عدد خیلی فوق‌العاده‌ایه ها. و من اینو میخوام بهتون بگم که همه ما عادت‌های مخرب رو داریم. اینطور نباشه که فکر کنیم وای ما الان چقدر از بقیه عقبیم چون که این همه عادت مخرب داریم. نه، همه آدما، تقریبا 98% آدما یه عادت مخرب رو دارن. و حتی اینم باید بدونیم که شاید خیلی از ماها بعد از انجام اون عادت حس خوبی نداشته باشیم. مثلا میریم بعد از شام شکلات و شیرینی طبق عادتمون میخوریم و احساس بدی داریم. آخر هفته میشه میریم الکل میخوریم، فرداش میگیم ای بابا گند زدم به رژیمم، چرا من نتونستم خودم رو کنترل کنم. یا حتی میریم سیگار میکشیم یا خیلی چیزای دیگه که بعدش حس خوبی رو نداریم. میخوام بهتون بگم که خیلی از اون عادت‌ها شاید بعد از اون ما احساس خوبی نداشته باشیم، ولی توی اون لحظه ما نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم و کنترل کنیم خودمون رو. که میخوام راجع به این موضوع باهاتون صحبت کنم که چه اتفاقی میفته که ما اینطوری میشیم. و اول از همه باید بهتون بگم که ما نباید خودمون رو سرزنش کنیم، چون دلایل مختلفی داره که میخوام براتون باز بکنم. ولی در قدم اول ما باید اینو بپذیریم که عادت‌های ما خیلی قویان، سمجن. اینطوری نیستش که ما تصمیم بگیریم یه دفعه یه کاری رو بذاریم کنار. این اتفاق نمیفته. اینکه ما بارها تصمیم میگیریم رژیم بگیریم ولی باز میبینیم که اون شیرینی رو خوردیم، اینطوری نیستش که پس ما آدم بی اراده‌ای هستیم. و یه موضوع جالب دیگه اینه که ما شاید یک عادتی رو یه جایی ترک بکنیم ولی بعد از یک مدتی به خودمون بیایم ببینیم دوباره گرفتارش شدیم. مثلا غذاهای ناسالم و عادتشو گذاشتیم کنار و رفتیم سمت یک رژیم سالم، بعد از 2 هفته یهو به خودمون میایم دوباره ما افتادیم روی اون شکلات خوردنه. و میخوام راجع به این موضوع باهاتون صحبت بکنم. ولی قبل از اون میخوام بهتون بگم که ما باید بدونیم که 2 نوع رفتار داریم. یه رفتار هدفمنده و یک رفتار عادتیه. اون رفتار هدفمنده یعنی این که ما تصمیمی رو میگیریم و یه کاری رو انجام میدیم. مثلا تصمیم میگیریم میریم یه جلسه کاری،
تصمیم میگیریم میریم باشگاه ثبت نام میکنیم، تصمیم میگیریم از یک متخصص تغذیه یه برنامه غذایی میگیریم. این رفتارهای هدفمند از ما انرژی میگیرن. ما اگه انجامشون میدیم برای اینه که یک منفعتی رو به دست بیاریم، برای اینه که یک لذتی رو ببریم. اگه ما داریم درس میخونیم برای اینه که بتونیم علممون رو بیشتر کنیم، برای اینه که بتونیم توی اون امتحانه نمره خوبی رو بگیریم دیگه. اگه باشگاه میریم برای اینه که وزنمون کم شه. اما رفتار عادتی اینطوری نیستش. انرژی کمی رو از ما میگیره. لازم نیستش که خیلی بخوایم بهش فکر بکنیم. یعنی وقتی ما سرمون تو گوشیه داریم اینستاگرام چک میکنیم یهو 2 ساعت میگذره، اصلا حسش نمیکنیم. ولی اگه میشینیم سر کلاس زبان بعد از 1 ساعت احتمالاً همش داریم نگاه میکنیم کی میخواد کلاس تموم شه، چون انرژی ازمون گرفته. اون رفتار کلاس زبانه رفتار هدفمندی بوده. یا ولی اگه صبح پا میشیم یه صبحونه‌ای میخوریم، مسواک میزنیم، پا میشیم میریم سر کار، این رفتار عادتیه است. اصلا ما این یه جورایی اتوماتیک انگار داره اتفاق میفته، بهش فکر نمی‌کنیم. پس این تفاوت مهمیه که ما باید در ارتباط با رفتار هدفمند و رفتار عادتی بدونیم. و اینم بهتون بگم زمانی که ما رفتارهای هدفمندمون هزینه زیادی از ما بگیره، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ زمانی، چه از لحاظ اینکه انرژی زیادی از ما بگیره و خستمون کنه، ما اونو میذاریمش کنار. اگه نسبت به اون هدفی که داریم، خب اون تلاشی که داریم میکنیم انرژی زیادی بگیره و دستاورد کمی رو داشته باشه برای ما، میذاریمش کنار. مثلا اگه باشگاه میریم داریم هزینه میکنیم ولی اون مسیر ترافیکش زیاده، خود باشگاه برامون کسل کننده است، تو هر جلسه خیلی خسته میشیم و در مقابلش هم اون نتیجه و تغییری که میخوایم و به دست نمیاریم، قطعا اونو میذاریمش کنار. پس این نکته خیلی مهمیه در قبال رفتارهای هدفمندمون. ولی وقتی که ما میشینیم پای تلویزیون یه کاسه پر آلبالو میخوریم، بعدش هم تازه شکلات و چای میخوریم، انرژی خاصی ازمون نمیگیره، ادامش پس میدیم. اگه میشینیم مثلا کلی تخمه میخوریم، دنبال چیزی نیستیم تو اون لحظه. و یه آزمایش جالبی انجام دادن و اومدن به 2 گروه از افراد توی سینما پاپکورن دادن. یکی از پاپکورن‌ها خیلی تازه و گرم و خوشمزه بوده، ولی در مقابلش یه پاپکورنی هم که توی ظرف دادن بهشون، پاپکورن مونده و 10 روز ازش گذشته، یه چیز افتضاح. و جالبه 2 گروه رو آوردن و توی گروه اول جزء افرادی بودن که عادت به پرخوری داشتن، عادت داشتن که هر چیزی که دم دستشون بوده رو بخورن. ولی گروه دوم اینطوری نبودن، افرادی نبودن که اهل پرخوری بودن، به اون برنامه غذاییشون فکر می‌کردن و حواسشون بوده که خیلی چاق نشن. جالبش اینجاست اون گروهی که اهل پرخوری بودن، اون پاپکورن تازه رو خوردن که هیچ، اون پاپکورن مونده هم تا انتهاش خوردن. ولی اون یکی گروه نه، اون گروهی که اهل پرخوری نبوده فقط تازه رو خورد، اونی که مونده بود و لب بهش نزن. چرا؟ چون داره به دنبال یک رفتار هدفمندش عمل میکنه. اگه پاپکورن رو میخوره به دنبال کیفیتشه. برای همین من بهتون گفتم که رفتارهای هدفمند ما در قبال یک کیفیتی انجامشون میدیم، در قبال اینکه یک سودی برامون داشته باشه. ولی عادتیه نه، اصلا کیفیت برامون مهم نیستش، فقط میخوایم بخوریم. دیدی بعضی از اون مردایی که عادت دارن هر شب با یک نفر باشن، یه جایی به بعد اصلا تو میبینیش اصلا تعجب میکنی که اون آدم کیه با توه، اصلا در سطح تو نیستش، ولی اون اصلا واسش مهم نیست، کیفیت واسش مهم نیست، اون فقط میخواد هر شب با یکی باشه. فکر میکنم با این مثالی که بهتون زدم متوجه شدین که رفتارهای عادتی ما دنبال کیفیت خاصی نیستش و ما فقط میخوایم انگار یک کاری رو انجام بدیم و مهم این کار اتفاق بیفته، اون عادت انجام بشه. یا از طرف دیگه یه نفری میدونه تو رابطه با یک کسیه که انتهایی نداره، اون رابطه قطعا تهش به مشکلات زیادی ختم میشه و جدایی داره و بهش هم میگه نمیدونم دیگه، عادت دیگه، دارم میرم جلو، نمیدونم حالا ببینم چی میشه. یعنی یه جور روتین شده واسش. و باید بهتون بگم که خیلی از عادتایی که ما داریم با وجود عوارض منفی که داره به صورت اتوماتیک داره برای ما رخ میده، اتفاق میفته و یه جورایی انگار از کنترل ما خارجه. که من میخوام راجع به این موضوع الان باهاتون صحبت بکنم و فکر میکنم نکته مهمی تو صحبت‌های الان من باشه. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی من راجع به یک ناحیه از مغز باهاتون صحبت کردم به اسم فرونتال، که گفتم یک ناحیه‌ای داره به اسم پریفرونتال کورتکس که باعث میشد رفتارهای ما رو تنظیم بکنه، اون رفتارهای هدفمند ما رو
تنظیم بکنه. و اگه یادتون باشه گفتم که با تمرینات مثل یوگا، مثل مدیتیشن، ما میتونیم ضخامت همین ناحیه پریفرونتال کورتکس رو افزایش بدیم و این میتونه از دیدگاه نوروساینس باعث بشه که ما آگاهانه تر نسبت به رفتارهامون تصمیم گیری بکنیم، یه جورایی انگار تسلط بهتری رو روی خودمون داشته باشیم. و بهتون پیشنهاد میکنم اگه اپیزود 2 رو گوش نکردین حتما گوش بکنین و کامل راجع به این موضوع بهتون توضیح دادم. حالا در کنار این ناحیه پریفرونتال کورتکس ما یک ناحیه دیگه هم داریم که بهش میگن ناحیه استریاتوم که توی مغزمون هستش و یکی از نقشای مهمی که داره رفتارهای عادتی ما در این ناحیه شکل میگیره، تنظیم میشه و حتی این ناحیه استریاتوم با اجرای رفتارهای معتادگونه ما هم سر و کار داره. خب و جالبه بدونید کسایی که بیماری آلزایمر میگیرن این ناحیه استریاتومشون کمتر آسیب میبینه و برای همینه که بیمارای آلزایمر معمولا عادتهاشون سر جاشه، از بین نمیره. آلزایمر داره ها، شاید خیلی‌ها رو دیگه نشناسه، خیلی چیزا رو یادش نیاد، ولی یه سری عادت‌ها و رفتارهایی که در گذشته داشته رو هنوز داره تکرار میکنه. پس ما باید بدونیم که نواحی مختلف مغز ما با هم تعاملات بسیار پیچیدگی رو برقرار میکنن تا اون رفتارهای هدفمند ما و رفتارهای عادتی ما شکل بگیره. خب بهتون گفتم که ناحیه پریفرونتال کورتکس توی بحث تصمیم گیری های ما، کارهای جدیدی که میخوایم انجام بدیم نقش داره. یعنی زمانی که ما تصمیم میگیریم یک رژیمی رو شروع بکنیم، تصمیم میگیریم باشگاه بریم، تصمیم میگیریم نمیدونم یه کار جدیدی رو شروع بکنیم، این ناحیه پریفرونتال کورتکسه که داره تنظیم میکنه این رفتار ما رو و بهتون گفتم چه چیزایی میتونه روش تاثیرگذار باشه. حالا زمانی که ما این کارها رو تکرار میکنیم، این اطلاعات از ناحیه پریفرونتال کورتکس میتونه بره به سمت استریاتوم و باعث بشه که منجر به شکل‌گیری رفتار عادتی بشه. یعنی اون مثلا روتین کتاب خوندنه که به صورت هدفمند ما تصمیم گرفتیم روزی 5 صفحه کتاب بخونیم، زمانی که این کار رو تکرار میکنیم بعد از یک مدتی این دیگه انتقال پیدا میکنه به اون بحث عادت ما و دیگه روتین شده. همون مثال رانندگی کردن رو من براتون زده بودم تو اپیزودهای قبلی. روزهای اول که میخوایم رانندگی یاد بگیریم خیلی داریم فکر میکنیم، هدفمنده، انرژی بره برای ما که چطوری دنده عوض کنیم، گازو بگیریم، کلاژو ول کنیم، ولی بعد از یک مدتی به بعد با تکرار اون کار دیگه اصلا عادت شده، به این چیزا فکر نمیکنیم. حالا من چی رو میخوام بهتون بگم؟ یه مقاله بود، یک دیدگاه خیلی جذابی رو مطرح میکرد که من دوست داشتم اینو براتون مطرح بکنم، فکر میکنم خیلی دیدتون باز میشه. خب من گفتم که ناحیه استریاتوم بحث اون رفتارهای عادتی ما، معتادگونه ما رو تنظیم میکنه، ولی در کنار اون یک نقش مهم دیگه هم که داره این ناحیه روی بحث تنظیم پاداش‌ها و همون ترشح دوپامین اثرگذاره. خب ما میدونیم زمانی که کارهای لذت بخش انجام میدیم دوپامین ترشح میشه که توی اپیزود 2 کامل راجبش بهتون گفتم، گوش کنید حتما. خب و من گفتم که غذاهای ناسالم، اون پرکالری فست فودها سیستم پاداش بیشتری داره. یعنی وقتی که تو پیتزا میخوری اون لحظه پاداش تو، لذت تو بالاتره، دوپامین بیشتر ترشح میشه، ولی وقتی که تو داری فیله مرغ میخوری این به مراتب کمتره. یه نظریه مطرح بود که من خیلی خوشم اومد، میگفتش که برای یکی از دلایلی که منجر به این میشه که ما نتونیم برنامه غذایی سالممون رو وارد برنامه عادتیمون بکنیم، اون رفتارهای عادتیمون بکنیم، همین ناحیه استریاتومه. چرا؟ چون میاد یه جورایی اینو میسنجه، سبک سنگینش میکنه، میگه واقعا آیا ارزش داره که اون شکلاته یا اون شیرینیه رو ما نخوریم به جاش بریم مثلا تخم مرغ آبپز بخوریم؟ آیا بین اون سیب زمینی سرخ شده و سیب زمینی پخته واقعا میارزه اون سرخ شده جذابو نخوریم؟ یه نظریه باحاله که شاید در آینده مقالات خیلی بیشتری قطعا راجبش میاد و ما بیشتر راجب این میدونیم و به نظر من یه موضوعی که داره به ما میگه انقدر همدیگر رو یا خودمون رو تخریب نکنیم، نگیم تو یا خودت انگیزه لازم، اون اراده لازم برای سلامتی تو، برای تغییر استایل بدنتون نداری. شاید واقعا خیلی مواقع اتفاقات داره تو مغز ما رخ میده بدون که بدونیم. البته در ادامه میخوام راهکارهای خیلی مهمی رو بهتون بگم در شکل‌گیری عادت‌ها، ولی به نظرم موضوع جذابیه که ما اگه بدونیم که هر ناحیه از مغز ما چه نقشی رو میتونه داشته باشه و ما رفتارهامون، اون مدیتیشنی که میکنیم، سبک زندگی که داریم چقدر میتونه روی این نواحی مغز تاثیرگذار باشه، فکر میکنم یک پله موفقیتیه رو به جلو و اصلا اون نگاه خنده‌دار
بیا این غذا رو بخور لاغر بشی، اینا رو اصلا میشوره میبره کنار. و این به نظر من خیلی موضوع جذابیه که من سعی میکنم در ادامه تو اپیزودهای بعدی بیشتر راجبش باهاتون صحبت بکنم و این بحث نوروساینس و بحث مغز و ارتباطاتش رو باهاتون در میون بذارم. حالا ما بریم دیگه کم کم راجب این صحبت بکنیم که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که روی اون عادت‌هامون، روی اون هدفهایی که میخوایم بتونیم پایدار باشیم. مثلا اگه دلمون میخواد برنامه غذایی سالم یا ورزش کردن یا هر چیز دیگه‌ای رو وارد زندگیمون بکنیم، چه کار کنیم که این اتفاق بیفته؟ چی کار کنیم که ازش خارج نشیم؟ تو قدم اول موضوعی که هستش خیلی خیلی مهمه که اون کاری که ما انجام میدیم با زور و اجبار نباشه. ما تا زمانی که بخوایم یک کاری رو با زور انجام بدیم، مطمئن باشیم توی یک نقطه‌ای ازش خارج میشیم. برای همینه که به پدر و مادرها میگن بچه‌تو به زور نفرست برای یک رشته خاص به امید اینکه قهرمان المپیک بشه. اون باید خودش بخواد. برای همینه که خیلی از بچه‌هایی که تو سنین کم، توی 10 سالگی 12 سالگی توی مسابقات شرکت کردن، عناوین خیلی بالایی رو کسب کردن، ولی اینا از یک جایی به بعد، از 16 سالگی به بعد، 18 سالگی به بعد، یه جورایی که تصمیم گیری با خودشونه اون ورزش رو ول کردن و این خیلی آمار زیادیه ها. برای همینه که به خانواده ها میگن تو به عنوان نقش پدر یا مادر حمایتت رو انجام بده، ولی دیگه بذار اون خودش تصمیم بگیره. اگه خواست توی اون مسیر میره، مجبورش نکن، اجبارش نکن. تو باید الان بری تمرین، مجبورش نکن که تو باید 6 روز هفته بری مثلا تنیس کنی، بری بسکتبال بازی کنی که مثلا در آینده قهرمان بشی نادال. اون باید خودش بخواد. میدونی این نکته خیلی مهمیه که ما تا زمانی که بخوایم اون رژیمی که داریم میگیریم با زور باشه، زمانی که باشگاه میخوایم بریم همش با اجبار، ای بابا من امروز باید برم باشگاه، بخوایم کلاس زبان بریم بگیم ای بابا باز الان کلاس، اصلا یه اجباری باشه، مطمئن باشید به یک جایی میرسید که ولش میکنیم و ترکش میکنیم. و جالبه که من اینو بهتون بگم، وقتی که کسایی هستن که به زور یک هدفی رو دارن دنبال میکنن، من سعی میکنم مثالای تغذیه‌ای بزنم، خیلی جدی، سفت و سخت و به صورت هدفمند و اجبار داره رژیم میگیره. وقتی که میره یه جایی یه ظرف چیپس رو میبینه، میگه خب من یه دونه‌شو بردارم بخورم، فقط تست میکنم. وقتی یه دونه رو برمیداره میخوره، یه دفعه کل ظرف رو تموم میکنه. فکر میکنم این تجربه رو داشتین. جلوی تلویزیون نشسته، یه ظرف مثلا آلبالو میبینه، میگه خب من 2 تا دونه برمیدارم تست میکنم دیگه بسته. 2 تا دونه، 4 تا، 6 تا، به خودش میاد میبینه کلو خورده، کل ظرف خورده و کلی هم ورم کرده. و خیلی کمن آدم‌هایی که بتونن تو اون لحظه خودشونو کنترل بکنن. و این نشون دهنده اینه که تا زمانی که ما بخوایم اون رفتارهای هدفمندمون رو با زور و اجبار انجام بدیم، زمانی که از یه نقطه‌ای بشکنیمش، خرابش بکنیم، یهو انگار فنرمون در میره و تموم ازش خارج میشیم. و چقدر شده آدم‌ها اینطوری باعث شده رژیمشون خراب بشه و ول کنن. و یه آزمایش جذابی انجام شده به اسم آزمایش پولیویه و اومدن چیکار کردن؟ به یه سری افرادی که اهل رژیم‌های سفت و سخت بودن، همین هدفمنده، کالری شماری میکردن. همش میگفتن من الان چقدر راه رفتم، چقدر کالریشو میشمرده، الان این غذایی که خوردم خب چند گرم بوده. دیدی آدمایی که افراطیه و اپلیکیشن‌های مختلفی هم براش اومده و من خودم همیشه گفتم من اصلا موافق این روش نیستم. حالا بگذاریم این افراد یه گروهی بودن که شامل این افراد سفت و سخت و وسواسگونه بودن و یه افرادی هم بودن که نه، یک رژیم اصلا روتینی داشتن، مثلا سبک سنگین می‌کرده، میگفته من سالم خوری دارم، حدمو میدونم، مثلا انقدر بخورم دیگه کافیه. مثلا دیگه عادت داره همیشه 6 تا قاشق یا 7 تا قاشق برنج میخوره نهار رو. همین. چیکار کردن؟ اومدن توی اتاق به اینا یه دونه میلکشیک جذاب پرقند پرکالری دادن و خوردن. بهشون گفتن بیرون اتاق روی میز پر از بستنیه، شما برید بستنی‌ها رو تست کنید و نظرتون رو راجع به بستنی‌ها به ما بگید. و در واقع اصلا داستان این نبوده. داستان این بوده میخواستن چیز دیگه‌ای رو بسنجن و این جوابی که داده خیلی جالبه. اونایی که رژیمای سفت و سخت و هدفمند خب داشتن و به صورت اجبارگونه بوده، وقتی که این میلکشیک رو خوردن، خارج اتاق رفتن انقدر بستنی خوردن که یه جورایی که دیگه داشتن میترکیدن
ولی دیدن اونایی که نه، یک رژیم روتین سالم خوری طوره یا حد خودشو میدونسته و وسواسگونه نبوده و جزء عادتش بوده، وقتی که میلک شیک رو خورده بیرون رفته یه کوچولو بستنی رو تست کرده و نظرش رو راجع به بستنی به حالا اونا گفته. دقیقاً نکته همینجاست. خیلی از ماها زمانی که خیلی سفت و سخت رژیم میگیریم، وقتی که آخر هفته میشه با دوستامون جمع میشیم، اولش شاید بگیم من رژیمم نمیخورم، ولی از یه جایی به بعد حالا بر اساس اصرار اونا یا عوامل محیطی که راجبش در ادامه باهاتون صحبت میکنم فنره در میره و فرداش میگیم من دیشب چقدر خوردم و الکل خوردم، تمام اون مزه ها روی میزو خوردم، شبم که پیتزا رو خوردم دیگه میچسبید، بستنی و دسرم که خوردم. یعنی فنره در میره. پس اینجا خیلی نکته مهمیه که ما در قدم اول هر کاری که میخوایم انجام بدیم و سعی کنیم با زور و اجبار نباشه. با زور میری باشگاه بدنسازی، خب نرو، برو یوگا، برو اون کاری رو انجام بده که نیاز به زور نباشه. سختت رژیمی رو بگیری که از صبح بهت بگه 2 قاشق مثلا برنج بخور، 2 قاشق مثلا 30 گرم بادوم بخور، زیتون بخور. خب رژیمی رو دنبال کن یک روتینی داشته باشه. مثلا بگه بین این صبحانه ها میتونی اینو انتخاب بکنی. سختت رژیمی رو داشته باشه که بگه 6 عصر باید اینو غذا رو بخوری. خب رژیمی رو دنبال کن بهت بگه که میان وعدت این باشه، حالا هر تایمی که خواستی بخوری. میبینی چقدر فرقشه؟ اینجاست که تو بر اساس اون علایق، بر اساس اون شخصیتت، اون حالی که داری باید مسیرتو انتخاب بکنی. پس نباید با زور و اجبار باشه که این نکته خیلی مهم بود که در قدم اول ما باید میدونستیم. موضوع بعدی که میخوام بهتون بگم بحث اینه که ما باید سعی کنیم انرژیمون رو حفظ بکنیم. این یعنی چی؟ در ابتدای اپیزود بهتون گفتم که رفتارهای هدفمند از ما انرژی میگیرن. حالا تو تصور کن وقتی که از خواب پا میشی هی فکر بکنی که لباس چی بپوشی. این یک رفتار هدفمنده. خب من الان صبحونه چی بخورم؟ تخم مرغ آبپز بخورم یا نیمرو؟ اگه نیمرو میخوام بخورم چقدر روغن بزنم؟ این هدفمنده. میری تو خیابون میخوای ترافیک رو رد کنی، الان از این ور برم یا از اون ور برم، هدفمنده. میری سر یه جلسه یه کاری مهم، یک رفتار هدفمنده. یا میری دانشگاه سر کلاس نشستی 2 ساعت، هدفمند. انقدر تو رفتارهای هدفمند انجام میدی دیگه این انرژی تو یک ناحیه از مغزت به اسم ناحیه اوربیتوکورتکس که خسته میشی، انگار یه جوری تخلیه شدی و این منجر به این میشه که رفتارهای آگاهانه خود به خود کاهش پیدا بکنه. قطعا این تجربه رو داشتین زمانی که یک روز شلوغی رو شما سپری کردین، از صبح پا شدین، بانک رفتین، جلسه رفتین، کارهای سختی رو انجام دادین. موقعی ناهار که میشه همکارت وقتی که بهت میگه بریم پیتزا بزنیم، دیزی بزنیم یا مثلا یه چلو کباب چرب و چیل بزنیم، خیلی راحت‌تر تصمیم میگیری و تسلیمش میشی. منظورمه خیلی راحت‌تر تسلیمش میشی تا اینکه تو صبحونت رو از شب قبل آماده کرده باشی، لباستو مشخص کرده باشی، میان وعده فردات هم مشخص کرده باشی. خود به خود باعث میشه که نیازت برای رفتارهای هدفمند کاهش پیدا بکنه و مطمئن باش زمانی که شما همچین فنی رو بزنی توی اون ناهاره خیلی میتونی آگاهانه تر تصمیم بگیری و خود به خود از اون رژیمت خارج نشی. و این خیلی موارد دیگه است. تو وقتی که یک روز شلوغ و هدفمند به این صورت رفتارهای هدفمند زیادی رو داری، مطمئن باش که وقتی تایم باشگاه رفتنت میشه انقدر خسته‌ای میگی ولش کن، حوصله ندارم. دقیقاً این اتفاق توی فروشگاه‌ها میفته، توی هایپرها. شما آگاهانه تصمیم میگیری بری خرید بکنی و یه سری غذایی و مواد غذایی رو بگیری. وقتی که وارد میشی تو انقدر تصمیمات هدفمند میگیری، غذاهای سالم برمیداری، مثلا نمیدونم کنسرو برمیداری، سبزیجات برمیداری، میوه برمیداری، به یک جایی که میرسه رفته رفته این رفتارهای هدفمند داره تو رو خسته میکنه و وقتی که به انتهای فروشگاه به قسمت صندوق میرسی یه دفعه مواجه میشی با چی؟ با چیپس، پفک، پاستیل، شکلات، همه جا همینه دیگه. و توی اون لحظه تو دیگه اون تصمیم گیری لازم رو نمیتونی داشته باشی و یه جورایی تسلیم میشی و ناخودآگاه میری اون بالا چیپس رو برمیداری، اون پفک رو برمیداری. دقتم کردین شما زمانی که دارین تلفن صحبت میکنی با یه نفری میرید خرید، تو اون لحظه ممکنه 2 تا پاستیل برداری ولی تو اون لحظه تو نمیتونی مثلا بری یه دونه چه میدونم یه جعبه نخود مثلا برداری چون میخوای حتما هدفمند دیگه، باید تاریخشو ببینی، برندشو ببینی چه میزانه. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه رفتارهای هدفمند ما معمولا غذاهای سالمو در بر میگیره، میوه، سبزیجات، اینجور چیزا، ولی رفتارهای عادتی ما بیشتر اون چیپس و پفک و پاستیل و اینجور چیزا رو در بر میگیره که باز هم این میتونه مربوط بشه به همون سیستم پاداش و دوپامین ما. و این نکته خیلی مهمی بودش که ما سعی کنیم که انرژیمون رو
حفظ کنیم با رفتارهای درست، اینکه از شب قبل برنامه فردامون رو بچینیم و اینا خیلی میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم روی اون عادات درست غذاییمون پایبند باشیم. یه موضوع بعدی که میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم اینه که ما باید بپذیریم که رفتارهای اعتیادی ما، رفتارهای عادتی مخرب ما وابسته به محیطه. مثلا ما عادت داریم که پای تلویزیون بشینیم و یه کیک و چای همیشه بخوریم. وقتی که فیلم میبینیم دیگه اصلا حال میده دیگه چیپس و پفک بخوریم. ببین این محیط روی ما اثر میذاره. یعنی تا زمانی که اون تلویزیونه، تا زمانی که اون تصویره، اون فیلم نباشه، مطمئن باشید که اون شکلات، اون چیپس و پفک هم نیستش. یعنی چی؟ یعنی این رفتار ما وابسته است به محیط. یا حتی ممکنه یک فردی توی محیط کارش یه فرد خیلی جنتلمن با شخصیت باشه، ولی وقتی که با دوستاش میفته و جمع میشن اصلا تبدیل میشه به یه آدم لوده، کسی که اصلا تو نمیشناسیش. اصلا یه خانم از متلکای این آدم جون سالم به در نمیبره. این یعنی چی؟ یعنی اون آدم توی اون محیطه که این رفتاراش داره بروز میده و شکل میگیره. من یادمه که سال 90 بودش، یه باشگاهی میرفتم تمرین میکردم. خب سنم کم بودش. اون موقع یه آقایی بودش تقریبا 50 ساله، بهش میگفتن مهندس. انقدر این آدم با شخصیت بود اصلا نگم. وقتی که وارد میشد اصلا بدون که حواست باشه میومد جلو سلام میکرد. اول من اصلا یه موقعی خجالت میکشیدم که من با این سنم اون اومده جلو داره سلام میکنه. اصلا خیلی یعنی تو اون باشگاه میگفتن یه نفر آدم با شخصیت جنتلمن نام ببرید، همه باشگاه میگفتن مهندس. یه مدت مهندس نبودش. بعد من از اون مسئول باشگاه پرسیدم مهندس چه خبر؟ گفت مگه خبر نداری چی شده؟ گفتم نه، این تو کار ساخت و ساز خونه بودش. بعدها من فهمیدم که این ساختمانی که ساخته بود و یه واحد رو به 30 نفر فروخته بود و پول زده بود بالا و رفته بود نمیدونم کانادا. یعنی میخوام بهت بگم که خیلی از رفتارهای ما توی محیط میتونه شکل بگیره و اصلا زمانی که من خودم اینو شنیدم اصلا تو شوک بودم. و در کل وقتی تو میبینی که وقتی با دوستات داری میری رستوران هر سری و رژیمت میشکنه، یه بار بگو من در صورتی میام که بریم غذای رژیمی بخوریم، دیگه فست فود نریم، وگرنه ببخشید من نمیتونم بیام. چون میدونی اون محیط رو داره خراب میکنه. اگه تو آخر هفته داری دور همی دعوت میشی و میدونی که بری اونجا و اون محیط باعث میشه تو از اون غذا خوردن سالمت خارج بشی، قبل شامتو بخور برو، یا نه غذاتو با خودت ببر. من خودم شده خیلی موقع‌ها رفتم مهمونی یه ظرف غذامو با خودم بردم. شاید بعضی‌ها منو مسخره کردن ولی اصلا واسم مهم نبوده. ما باید اینو بدونیم که خودمون در وهله اول مهمیم، نه دیگران. اینکه دیگران راجع به ما چه فکر میکنن اصلا مهم نیستش. و مطمئن باش تو وقتی که این کارو میکنی اون آدم یه جوری شاید حتی به تو حسادت بکنه که این اراده رو نداره، اینکه چقدر تو سلامتیت، لایف استایلت برات مهمه. و تو اینجور مواقع خیلی از آدما میگن یه شب که 1000 شب نمیشه. بابا ول کن، هممون میخوایم بریم زیر خاک دیگه. ولی همون آدم وقتی 3 ماه دیگه تو رو میبینه میگه چیکار کردی انقدر خوب شدی. وقتی همون آدم مثلا یه جا باشگاه میرین بدن تو رو میبینه میگه کاش منم مثل تو بودم. میخوام اینو بهتون بگم که هیچ وقت حرف آدما مهم نباید باشه و شما فقط به اون هدفتون فکر کنین. اگه فکر میکنی یک محیطی منجر به این میشه که تو از اون مسیرت خارج بشی، محیط رو تغییر بده. من همیشه یادمه وقتی که با دوستام میرفتم باشگاه تمرین میکردم، اصلا باش تمرینم افتضاح بود. انقدر اینا حرف میزدن یا یه روز دیر می اومدن میگفت وایسا تا من برسم. اصلا ورزشم از اون تمرینی که دلم میخواست خارج میشدم. گفتم بچه‌ها من خودم میرم، نمیتونم، من دلم میخواد تنها تمرین کنم. تو میتونی با یه سری رفتارهات محیط رو تغییر بدی. اگه میبینی اون شکلاته روی میزه و باعث میشه که تو همیشه آسیب ببینی، شکلات رو نخر. شکلات واسه چی باید تو خونت باشه؟ خب و خیلی چیزای دیگه. و اصلا آدم‌های موفقن که میتونن محیط رو تغییر بدن. یه اتفاقی هم که بخوام بهتون مثال بزنم، خیلی سعی میکنن که مثلا تو استفاده از دوچرخه یا پیاده روی رو به جای استفاده از ماشین توی سری از روزهای هفته جایگزین کنن. و خب توی ایران هم این سعی کردن، ولی آزمایشات نشون داده کسایی میتونن این اتفاق رو رقم بزنن و این کار رو انجام بدن که تازه محیط زندگیشون رو تغییر دادن، نه کسی که 10 سال تو اون محل هستش. میدونه پیاده روی واسه سلامتیش خوبه ها، میدونه ماشین استفاده کردن ترافیک داره، آلودگی ایجاد میکنه، هزینه داره و خیلی چیزای دیگه. ولی کسایی که سالیان توی یک محلی هستن هیچ وقت نمیتونن این اتفاق رو رقم بزنن. ولی کسایی که تازه وارد یک محلی شدن خیلی راحت‌تر میتونن اون تغییر رو ایجاد بکنن. پس اینجاست که نقش محیط روی تغییرات ما میتونه خیلی خیلی اثرگذار باشه که این موضوع محیط رو لطفاً خیلی جدی بگیرین. موضوع بعدی رو که میخوام بهتون بگم بحث پیشسازهای ماست. یعنی چی؟ یه موقع تو میای میگی که من وقتی که از سر کار برگشتم یه دفعه رفتم یخچال خالی کردم، بستنی خوردم،
پیتزا خوردم اصلا نفهمیدم چی شد. چقدر من آدم بی اراده ایم، چرا من نمیتونم روی وسوسه هام کنترل داشته باشم. میخوام بهت بگم که همیشه اینطوری نیستش. یه کمی بیایم اینو بازترش کنیم. تو اینجور مواقع تو بیا چندین ساعت قبل رو بررسی بکن، ببین اول اون روز چه اتفاقی برای تو افتاده. تو زمانی که یک روزی رو شروع میکنی که شب قبلش دیر خوابیدی، خواب بی‌کیفیتی داشتی، سطح هورمون گرلین اون روز میره بالا و توی اپیزود 2 گفتم که هورمون گرلین باعث بالا رفتن اشتهای تو میشه. این یک عاملی میتونه برای تو باشه از ابتدای روز. در ادامه تو میری سر جلسه دانشگاه یا یک جلسه کاری و یک رفتار هدفمند داری انجام میدی و گفتم این باعث تخلیه انرژی تو میشه. این یک عامل دیگه. تو محیط کارت با مدیرت، با مشتریت، با همسرت، دوست پسرت، پارتنرت دعوت میشه. از طرف دیگه مشکلات جامعه، بحث دلار، خونه، ماشین، این هزینه‌هایی که هستش، اینا همه استرس برای ما و میتونه باعث بالا رفتن سطح هورمون کورتیزول بشه و وقتی که کورتیزول میره بالا، باز منجر به بالا رفتن اشتهای ما میشه. داری برمیگردی خونه، تو ترافیک گیر میکنی، گرسنه‌ام هستی، میان وعده‌ام نداری، در حالی که گفتم که کسی موفقه که از شب قبل میان وعده‌های فرداشو آماده کنه. این کارم نمی‌کنی، میان بعدم نداری، گرسنه‌ای. این یه عامل دیگه. میرسی خونه، خب خیلی گرسنه‌ای، گوشی رو برمی‌داری، اپلیکیشن‌های غذایی هم که رو گوشی هممون هستش، در کمترین زمان پولو پرداخت می‌کنی، نیم ساعت بعد غذا روی میزته و میگی من برگر رو خوردم، سیب زمینی رو باش خوردم، نوشابرم خوردم، چقدر من بی ارادم. نه، تو اگه میومدی پیش‌سازهای قبل تو درست مدیریت میکردی، میتونستی روی اون هدف، روی اون عادتات بمونی. میبینی چقدر موضوع مهمیه. خیلی از ماها میگیم من اراده لازم واسه درس خوندن نداشتم، رفتم خونه درس بخونم و نشد. ولی اگه ما بیایم بسنجیم که چه رفتارهایی کردیم، چه اتفاقاتی در طی اون روز برای ما افتاده، خیلی میتونه این روی ما، روی کنترلمون و مدیریت خودمون اثرگذار باشه. ما اگه میان‌وعده‌های درستی داشته باشیم، بتونیم صبحونمون رو از قبل آماده کرده باشیم، همه موارد که گفتم، خواب خوبی داشته باشیم، مطمئن باش هیچ کسی نیستش که بگه من 20 کیلو توی 2 ماه 3 ماه کم کردم ولی پیش‌سازاشو تغییر نداده باشه یا کنترل نکرده باشه. امکان نداره. من بهتون قول میدم کسی نیستش که خواب بدی داشته باشه ولی بدن خوبی داشته باشه، چون نمیتونه خوب ورزش کنه، چون گرلینش میره بالا، اشتهاش زیاد میشه و از رژیمش خارج میشه. امکان نداره کسی استرس بالایی داشته باشه، کورتیزول تو بدنش بالا باشه و بدن خوبی داشته باشه، چون اصلا کورتیزول ماهیتش اینه که باعث از دست رفتن عضلات میشه، از فرمش خارج میشه. پس اگه تو میخوای موفق باشی، مهم اینه که پیش‌سازهاتو درست بکنی. این نکته خیلی مهمیه ها. و حتی یه مثالی بخوام براتون بزنم، یه آزمایشی شده بود روی افرادی که خیلی پرخوری داشتن، اومدن به اینا GPS رو گوشیاشون وصل کردن و بعد از 1 ماه یه عده اومدن گفتن که ما چه اراده‌ای داشتیم، ما تو این تایم فست فود نخوردیم. ولی یه عده نه، گفتن وای ما چقدر آدمای بی اراده‌ای هستیم، چرا ما نتونستیم این کارو بکنیم، رفتیم فست فود هم خوردیم دیگه، نشد، چیکار کنیم؟ وقتی که GPS-شون رو چک کردن، دیدن اونایی که شکست خوردن کسایی بودن که از مسیرهایی رد شدن که فست فود زیادی بوده. این نکته خیلی مهمیه ها و میخوام بهتون بگم، یعنی اون پیش‌سازها فراهم بوده براشون و من اینو ازتون میخوام که بپذیرید. خیلی‌ها میگن که ما مثلا دوستامون روی ما اثر ندارن، ولی این واقعا یه دروغه و یه توجیهه. ما بخوایم نخوایم دایره اطرافمون رومون تاثیر میذارن. کسی که هی عجله فست فود رد میشد، به مرور زمان هی اون تحملش کم میشدش، اون قدرتش کم میشد، به مرور هی کم 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 یه جا به بعد میخوره. ولی اونایی که نه، تو مسیرشون فست فود زیادی نمیدیدن، از یه مسیر دیگه رفته بودن، تونسته بودن خودشون رو کنترل کنن. دقیقاً موضوع اینه که این خیلی میتونه با همون مبحث محیطی که بهتون گفتم یه جورایی مشترک باشه. ما هر چقدر تو محیطایی بریم که بچه‌ها بگن بیا فست فود بزنیم، الکل بزنیم، چیپس بزنیم، خیلی کم کم ما میتونیم خودمون رو کنترل کنیم. از یه جایی به بعد به خودمون میایم میبینیم که آره ما هم دیگه درگیر شدیم، اون چیپس رو خوردیم دیگه. و چه بسا اونایی که خیلی خودشونو کنترل میکنن و هدفمند بوده، رژیمشون رو یه جوری اجباری بوده، چه بسا که اومدن یکم چیپس خوردن تا تهش کلی میزو خالی کردن. پس این پیش‌سازامون رو اگه ما بتونیم مدیریت بکنیم خیلی موضوع مهمیه و ازتون میخوام یه کمی عمیق‌تر نسبت به رفتارهای روزانه‌تون فکر بکنید. اینطوری نیستش که همه چی برگرده به اراده و هدف و فیلم انگیزشی. نه، این رفتارهای روزانه‌تون رو لطفاً بیشتر بهش دقت بکنین و بررسی بکنین و ببین حتی اون لباس پوشیدنه که هی بخواد تو رو آزار بده، من الان چی بپوشم، یک عاملیه که داره انرژی تو رو تخلیه میکنه و در آخر شب میتونه به ضرر تموم بشه. در ادامه
میخوام راجع به یه موضوع دیگه باهاتون صحبت کنم. این خیلی مهمه. خیلی از ماها یه دفعه میگیم که من از فردا میخوام 5 روز برم باشگاه، 3 روز برم تنیس، 2 روزم برم پیاده روی، رژیمم هم بگیرم. چه خبره؟ کسی که اصلا یک زندگی بی تحرک داشته و رژیمش رو رعایت نمی‌کرده، وقتی به یک باره ما بیایم یک سنگ بزرگی رو برداریم، این منجر به این میشه که در ادامه مسیر کم بیاریم، نتونیم ادامش بدیم. شک نکنید یعنی فکر نکنید که شما الان یه دفعه یه فیلمی رو دیدید، انگیزه گرفتید من دیگه میرم میترکونم. نه، اینطوری نیستش. ما باید سنگای کوچیک برداریم. نیازی نیستش یه دفعه تو بری 5 روز ورزش کنی. بیا با 2 روز در هفته، 3 روز در هفته شروع کن. تویی که همیشه اهل فست فودی، نه یه دفعه رژیم صفر بگیر، 20 ساعت فاستینگ بگیر. به دردتون نمیخوره این روش. شکست میخوری، شک نکن. یا از طرف دیگه من بهتون پیشنهاد میکنم به جای اینکه بیا یه دفعه رژیم بگیری، بیا یه سری عادتهای ساده واسه خودت ایجاد کن ولی قابل انجام. مثلا بیا خوابتو تنظیم بکن. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تو وقتی که خوابت تنظیم بشه، فردای اون روز انرژی بیشتری داری، پس بهتر میتونی ورزش بکنی. فردای اون روز سطح هورمون گرلین تنظیمش بهتره، تعادلش بهتره، پس دیرتر تو گرسنه نمیشی. میبینی؟ پس تو دیرتر گرسنه بشی، قاعدتا روی غذاهایی که میخوری آگاهی بیشتری داری، هدفمندتر میتونی تصمیم بگیری و این منجر میشه تو رژیمت هم بهتر رعایت بکنی، پس بدنت بهتر تغییر کنه. میبینی همین خوابه میتونه چقدر تاثیرگذار باشه روی موارد مختلف. وقتی که خوابت خوب باشه، ترشح هورمون رشدت هم بهتره، چربی سوزیت بهتره، عضله سازیت بهتره. همین میتونه منجر به پیشرفت تو بشه، تا اینکه یک باره تو بیای بگی من میخوام این همه کارو با هم انجام بدم. پس ازتون میخوام یه دفعه درگیر یه کارهای سفت و سخت و سنگای بزرگ برای خودتون نباشین. برای همینه که من همیشه میگم این چالش‌های اینستاگرامی هیچ اثری ندارن و بیشتر برای جذب فالووره. نمیشه کسی که اصلا همش داره کیک و شکلات میخوره یه دفعه ما میایم چالش 21 روزه مثلا قند براش میذاریم، یه قند رو حذف کن. خب باشه، اصلا کی گفته تو اون 21 روز اون میتونه این عادت رو تبدیل بکنه برای خودش؟ اصلا 21 روزه که رد شده. از طرف دیگه بعد از اینکه 21 روز چالش تموم شد، چند نفر این عادت براشون ایجاد شده و دیگه قند نمیخورن؟ بریم بررسی بکنیم که واقعا اینطوری نیستش. پس من خودم یکی از عادتایی که داشتم یادمه که تحت هر شرایطی 4 روز ورزشمو انجام میدادم. من حتی عروسی دعوت بودم، شده بود دیر برسم، ولی میرفتم ورزشمو میکردم. نمیگم شما این کارهای اینطوری انجام بدین، هر کسی خودش میدونه. من اصلا اون روزای اولی که ورزش رو شروع کردم اصلا رژیم نمیگرفتم تو سن کم، اصلا نمیدونستم رژیم چیه. به مرور زمان کم کم وقتی ورزشم روتین شد، به تبدیل به عادت شد، حالا کم کم رژیم رو اضافهش کردم. پس ما بیایم سعی کنیم برای اینکه بتونیم عادتهای درست شکل بدیم، یک دفعه جوگیر نشیم، فیلم‌های انگیزشی نگاه نکنیم، فیلم‌های سینمایی نگاه نکنیم، اینا مقطعیه، و بیایم آگاهانه تصمیم بگیریم تا این منجر به این بشه که به نتیجه درست برسیم و به اون هدفمون پایبند باشیم. دیگه میرسیم به قسمت پایانی این اپیزود. 2 تا موضوع دیگر رو میخوام بهتون بگم. یه موضوع اینه که خیلی موقع‌ها شاید بد نباشه که ما در ابتدای مسیرمون، زمانی که داریم گول میخوریم، زمانی که داره اون وسوسه روی ما غالب میشه، یه تلنگری به خودمون بزنیم. حتی شده عکسمون رو جلوی خودمون روی مثلا در اتاقمون بذاریم، روی یخچال بذاریم که مثلا نگاه کن قبلا چقدر چاق بودی. یا یه زمانی که می‌خواستی بری مهمونی گریه کردی که چرا این لباس تو تن من داره زار میزنه. یا با دوستات می‌خواستی بری خرید، 2 قدم نمیتونستی باشون راه بری و مجبور شدی تاکسی بگیری. یه موقع‌هایی میتونه این تلنگره در ابتدای مسیر، روانشناسا میگن تا 6 ماه، 3 ماه تا 6 ماه میتونه اثرگذار باشه و وقتی یادآور میشی این باعث میشه که تو از توی اون لحظه بتونی روی عادتهای خوبت بمونی و دچار اون وسوسه ها نشی. خود منم بوده یه موقع‌هایی می‌خواستم یه دفعه یه شکلاتی بخورم، بعد گفتم یادت اون موقع که بدنت خوب بود چقدر حس خوبی داشتی؟ و این یه عاملی شده که منو نگه داشته و منجر به این شده که به اون وسوسه وارد نشم و شکست نخورم. حالا یه موضوع دیگه هم که قسمت آخر صحبتم میخوام بهتون بگم اینه که ما باید بپذیریم که همیشه توی اوج نیستیم. خود مسی و رونالدو هم یه تایمایی تو دوران اوجشون هم شاید خوب گل نمیزدن، یه ما شاید تو افت بودن. هادی چوپان هم یه تایمایی شاید درصد چربی بدنش بره بالاتر. ما باید اینو بپذیریم که یه مواقعی شاید نشه اونطوری که باید رژیم بگیریم. خود من همیشه تو کلاس‌ها رژیم سفت و سخت ندارم، یه موقعی شاید یه کمی شلتر بگیرم، یه کمی خودم استراحت بدم. میخوام اینو بهتون بگم بعضی از افراد هستن که
میان میگن که ما مثلا 30 روز سیگار رو ترک کردیم، روز 31 با پارتنرش دعواش میشه، یه مشکل شدیدی براش پیش میاد، یه نخ سیگار میکشه و اون یک عاملی میشه که خودشو ببازه، بگه وای من اینو خراب کردم، دیگه بیفته دوباره رو روند سیگار کشیدن. یا اینکه طرف میادش یه رژیم میگیره، یه دفعه میره چیپس رو میخوره، دیگه تا تهش کل میزو خالی میکنه. همون مثالی که بهتون زدم. ما باید اینو بپذیریم. یه موقع‌هایی ممکنه به خاطر یه کاری، یک امتحانی، یه مصاحبه، یه چیزی درست نتونیم ورزش کنیم، درست نتونیم رژیممون رو رعایت بکنیم و نباید خودمون رو ببازیم و این واسه همه ما اتفاق میفته و این قرار نیستش که منجر به این میشه که کل مسیر رو از دست بدیم. و خیلی‌ها بودن که به خاطر یه اتفاقاتی که اون مسیر رو ازش خارج شدن، کلا دیگه اون مسیر رو گذاشتن کنار و دیگه ول کردن خودشونو. پس تو قدم اول یکی از موارد اینه که ما خودمون رو بشناسیم، منطقی نگاه کنیم و بپذیریم که یه سری اتفاقات باید بیفته و این مثلا روتین زندگیه و این که ما بگیم کل زندگی لایف استایلمون درسته، به نظر من یکمی اغراقه توی این موضوع و من سعی میکنم منطقی تر نسبت به این موضوع فکر بکنم. موضوع بعدی اینه که ما بیایم تحلیل بکنیم. اوکی، ما یه شکستی خوردیم، یه جا فنره در رفت، یه جا رژیممون رو شکوندیم، یه جا باشگاه رو ول کردیم، تحلیلش کنیم چرا این اتفاق افتاد. اگر رفتی سفر یه هفته بعد از اون ترکوندی خودتو، دیگه دفعه بعد سفر میخوای بری، بگو اوکی من روزا میرم 30 دقیقه پیاده روی میکنم، قطعا اون 30 دقیقه هیچ آسیبی به سفر تو عشق و حالت نمیزنه. اگه به هر دلیلی رفتی مثلا مهمونی با دوستات، نتونستی رژیمتو رعایت کنی، بگو سری بعدی من پس با خودم غذامو میارم یا نه قبلش غذا میخورم. یعنی میدونی اون تحلیل مهمه که تو دیگه اون کار رو دوباره مرتکبش نشی. خیلی از شرکت‌های بزرگ زمانی که یه محصولی رو به شما میدن و اون محصول دچار مشکلی میشه، سری میان اینو پیگیری میکنن، میگن مشکلش چیه. شاید شما فکر بکنید که خب چقدر اینا آدمای مسئولیت پذیری هستن، دمشون گرم، ولی خیلی از مواقع به خاطر شما نیستش، به خاطر خودشونه. به خاطر اینکه زمانی که اون مشکل و اون نقص رو پیدا میکنن، قطعا توی محصول بعدشون اون رفع شده و این منجر به موفقیت بیشتر اونا میشه. یعنی اونا یاد گرفتن که با درس گرفتن و تحلیل از شکست‌های قبلیشون زمینه ساز موفقیت بعدیشون بشن. دقیقاً این اتفاق برای ما باید بیفته. من یادم ترم اول دکترام که بود یک درسی رو داشتم به اسم فیزیولوژی سلولی مولکولی. اصلا یه چیز عجیبی بود، خیلی سخت بودش، در حالی که من در طی ترمم درس میخوندم ولی واسه امتحانش یه هفته قبل همه کارامو کنسل کردم و واقعا روزی 6 7 ساعت میخوندم. توی اون تایم من درست باشگاه نرفتم و رژیمم هم رعایت نکردم. یادمه که شکلات میخوردم که فقط میشستم پای درس و اون درس رو من 19 شدم ولی بدنم خراب شد. ترم سوم که رسیدم دوباره یک درس خیلی سنگینی داشتم، فکر کنم فیزیولوژی سازگاری با فیزیولوژی نمیدونم عصب عضله بود، یه چیز اینطوری بود. دیگه من به خودم گفتم مگه دوباره من نباید بدنمو خراب بکنم، به خاطر که توی این فاصله بین ترم 1 و ترم 3 من خیلی خوب رژیم رعایت میکردم، ورزش میکردم، بدنمو راضی بودم، نمیخواستم از دست بره. تصمیم گرفتم توی اون تایم ورزشمو انجام بدم ولی رژیمم هم رعایت بکنم. دیگه من همون 6 7 ساعت رو در روز میخوندم ولی دیگه نهایتاً یه موقعی خیلی اذیت میشدم، یه خرما میخوردم با قهوه‌ام به جای شکلات. من اون درسم باز 19 شدم در عین اینکه بدنم هم خراب نشد. یعنی میخوام بهتون بگم که از اون اتفاقات قبلیمون ما اگه درس بگیریم و تحلیلش بکنیم که چرا این اتفاق افتاد، منجر به این میشه که در ادامه مسیرمون موفق باشیم و به اون هدفمون که میخوایم برسیم. در کل این اپیزودی بودش که امیدوارم به دردتون بخوره. ممکنه روانشناسای عزیز یه سری جاهای صحبت‌های منو نقد داشته باشن، بخوان نظر دیگه‌ای داشته باشن. کسایی که تو بحث نوروساینس کار میکنن خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو برای من کامنت بکنید، دیدگاهاتون رو بنویسین، تجربیاتتون رو بنویسین. ممکنه بعضیا مخالف باشن با بعضی از صحبت‌ها. من سعی کردم با توجه به مطالعاتی که داشتم، مقالاتی که خوندم و خیلی جاها تجربه که خودم داشتم و برداشتی که داشتم این اپیزودو براتون ضبط بکنم و امیدوارم که براتون کارساز باشه. ازتون میخوام راجع به اون رفتارهای هدفمند و عادتی ما خیلی فکر بکنین، چیزایی که میتونه تو شکل‌گیریش اثرگذار باشه، ارتباطات مغز و در ادامه مواردی که گفتم که میتونه کمک بکنه این که روی اون رفتارهاتون، روی اون هدفتون پایبند باشین و دوباره گوش بکنین و بررسی بکنین. تا اپیزود بعدی ممنونم ازتون. خداحافظ.